بریم با لیوان شکسته که قسمت قبلی درست کردیم شم درست کنیم. مواد لازم: لیوانی که قسمت قبلی درستش کردیم، فتیله 42 تار موم زده، مقداری پارافین جامد و اسانس قهوه برای رایحه شمع. اولین مرحله کارمون فتیله گذاریه. فتیله رو باید مطابق تصویر 2-3 سانتی متر بزرگتر از ظرفمون برش بزنیم. من برای اینکه فتیله رو وسط ظرف فیکسش کنم از نگهدارنده استفاده میکنم. برای درست کردن نگهدارنده فتیله‌ام وسط یه چوب بستنی رو به اندازه فتیله‌مون سوراخ میکنیم. ته فتیله باید یه چند سانتی از کف ظرف فاصله داشته باشه. برای فیکس کردن فتیله‌ام میتونید به نگهدارنده چسب حرارتی بزنید که دور ظرف تکون نخوره. پارافینمون رو حرارت خیلی کم باید ذوب کنیم. چند دقیقه میذاریم از حرارت بیفته و به ظرفمون اضافه میکنیم. من توی این مرحله اسانس هم اضافه میکنم، ولی شما میتونید قبل از اینکه به ظرف اضافه کنید اضافه کنید. توی این مرحله اصلا ظرف رو تکون ندید، جا به جا نکنید، هم نزنید، چیزی داخل پارافین فرو نبرید و بذارید پارافین کم کم سفت بشه. سعی کنید تو فضای بسته این کار رو انجام بدید که گرد و غبار توی پارافین نفوذ نکنه. بعد از اینکه پارافینمون سفت شد اکثر اوقات اینجوری میشه. به اصطلاح میگن گود میره. باید گودگیری انجام بدید. برای گودگیری اصولی باید مقداری پارافین ذوب کرده و بهش اضافه بشه. ولی من چون دیگه پارافین نداشتم با استفاده از فندک اتمی سطح روی شمع و حرارت میدم و گودگیری رو به این روش انجام میدم. شعله فندک رو نزدیک فتیله نبرید. این مرحله رو با حوصله و صبر و دقت فراوان انجام بدید، چون کار حساسی و امکان خراب شدن کارمون هست. دیواره ظرف رو تمیز انجام بدید و دوباره میذاریم پارافین سرد بشه و برمیگردیم و تادا! اینم نتیجه شمع با لیوان شکستمون. انجام بدید و لذت ببرید از اینکه دست ساخته خودتون رو تو دکور خونتون قرار میدید. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که ویدیوی جدید رو از دست ندید. خدافظ.